ای بعد خلاف سری بازار زدی لاف که تو دلدار منی وای طلبگار منی عاشقی زار منی گلی گلزار منی آه سزاوار منی ای بعد خلاف. متن سرود رو خودم انتخاب میکنم و بیشتر میخوام که درباره وطن مادر چون که این سرودو ما رو به احساس می‌دراید و با فکر من خوبتر میبرایم از او در این خیلی سرودو که چون که این سرودو درد دارم برای همین که مثلا کلیپی مادر ما ایده های آرزوی صایف هست و کلیپی نوام نیز بابونه این رو هم کس آرزوی صایف ایده دادن و با ایده های آن ما کار کردیم با فکر من بد نیست خوبتر است ای ره که خانتان رهی تن کوچه موهای دراز دارم بنچه بنچه مردم ها میگن که یار گرفته ای بچه در روی دلم ریخته یلا بلخچه چندم بابونه به نام دانه 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 بلبل عاشق که را خدا میدانه چندم بابونه به نام دانه 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 بلبل عاشق که را خدا میدانه. خب معلوم است که مثلا ثبت تهیه هم خیلی کلیپ و من یک سرود امروز با آسانی دست نمیکردم با مثلا نرخ ارزان هم مثلا بیشتر منبع درآمد شما که خیلی جوان هستید دانشجویت از کجا هستید مثلا مبلغ زور دارید یک نفر کمک میکند یا من با مهنت خودتون این نمره میکنم؟ من با مهنت خودم وقتی سرودهای خوب میخونی با یک کس معقول میشه یا که با توی معرکه ها دعوت میکنن بسیار چاره‌بینی های خوب البته مبلغ از آنجا ما جدا کرده با کلیپ های خودم صرف میکنیم.